اگر در یک سال روزانه 10 دقیقه کتاب بخوانید چه اتفاقی میافتد؟ در یک روز 10 دقیقه، میانگین بین 5 الی 10 صفحه، چیزی نیست. در 10 روز 100 دقیقه، بین 50 الی 100 صفحه، بازم تفاوتی نمیکنه. در یک ماه حدود 5 ساعت مطالعه، هنوزم فرقی نمیکند. اما در یک سال بیشتر از 60 ساعت، یعنی به طور میانگین حدود 10 کتاب. تحقیقات نشان میدهد افرادی که مطالعه میکنن معمولا سریعتر یاد میگیرن، بهتر تحلیل میکنن و تصمیم های آگاهانه تری میگیرن. حالا تصور کنید 10 کتاب را اتفاقی نخوانده باشید، اما را درباره یک مهارت خوانده باشید، مثلا فروش. بعد از یک سال فقط کتاب نخواندید، بلکه 10 ها روش برای قانع کردن مشتریانتان یاد گرفتید. حالا میدانید چرا مشتری نمیگوید، میدانید چطور قیمت را توضیح بدهید، میدانید چطور اعتماد بسازید و میدانید چطور یک پیام ساده را به فروش تبدیل کنید. با مطالعه 10 کتاب در سال می توانید موفق تر از 90% فروشنده هایی باشید که حتی یک کتاب هم درباره فروش نخوانده‌اند. 10 دقیقه در یک روز خیلی کوچک و ناچیز است، اما 10 دقیقه هر روز می تواند مسیر زندگی شما را تغییر بدهد.